پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما در حیات خود تمنا کنین، آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول مال داده است، او را پولدار کرده است و همون پول مال در اختیار وی داده است. با پول مالی که دارد در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره، مسجد میسازه، راه میسازه، کپرک میسازه، فقیر مسکینا را دستگیری میکنه. یعنی هر چیزی که از پول مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت میبری، باقی موندهش نمیدونی کی میخره. چند روز پیشتر جنازه یک آدم خواندم، من خودم جنازه در رفتم. میلیونر بود، میلیاردر، نمیگم میلیونر، میلیاردر بود. بچه‌هاش آمدن، دختراش آمدن، همش ماشیناشون ماشینای قیمت‌ترین است. بوگاتی، مرسدس، از همه آخران مدلش. همه ماشیناشون مثل آب طلا هست، رنگش مثل آب طلا. نماز خواندیم، میکروفون در دستی بچه‌اش دادن، گفتن دو کلمه صحبت کن، دو کلمه هم صحبت کردن نتونست. پول مالا جمع کرده است، برای همش داده است، ولی فرزند تربیت نکرده است که حتی دو کلمه در بالای قبر پدرش صحبت کرده بتونه. این خسارت است، این زیان است. بعد از او دو سه روز بعدتر از جنازه خبرشون رسید که حالا به خاطر پول مال پدر بین همدیگر جنگ میکنن. زنش تمام پول مال یک قسمی زیاد به نام خود کرده است، ولی نیت شوهر کردن هم داره. دخترش با بچهش می جنگه، ولی این بیچاره مسکین در قبر برای این پول مال پیش الله جواب میگه. الله میپرسش که این میلیاردر از کجا آوردی و اینا در کجا صرف کردی؟ که عاقل هستین، میفهمین، از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا کن، الله در مالت برکت میده. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم. من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونن، در کامنتاری مردم هم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکن، کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. عزیز، این امتحان است، الله امتحان میکنه. و به خاطر در راه الله هیچ وقت بخیلی نکنید. حق فقرا این زکات از فرض الله به جا بیارید. الله در مالشون و در خانهشون و در عمرشون برکت میده. ولی اگر ندادید، یک مدتی ماشین قیمت قطعی میگردی، یک مدتی ماشین خانه قیمت ده ویلا ده زندگی میکنی، یک مدتی اما میاره الله بالا یک مشکلی میاره که دیگه میلیون ها را میتی به درد نمیخوره. Apagino, mattonilki sürekli ya yordam ya dastgiri diyekne. Cuma iyice ovardı. Bu iyi kalabriyomu kan bud ki bu maçı taraf rudoşa buravarda mondagi kalabriyom mondyan. 13 روزگیش بچه‌م در دوشنبه اپراسیون کردگی بود. بعد یک سالگیش دوم باره اپراسیون کردیم. سحری نتونستیم دکترها دیگه با شکمش ورم کرده، نتونست کرده. با اپراسیون کرده، ای دو طرفش رودوشه رو ورده موندن. همی کتی این 17 سال شد که ما همه عذاب کتی زندگی کردستیم 17 سال بازه کی چند بار بردیم خراب بالا دکترها نمیتونه کرده. با مجبور شدیم که در اینجا شخص مردم بیاییم در همین جا کنیم. زیخ نشود انشالله همش نغز می ای دو طرف روداشا براورده ماندگی کلابریوم موندن. با حاضر اینا یک هفته خواب بودیم خیروگیادا آنالیز گرفتن. بعد خانه جواب داده، بعدی 2 روز با پیشاب کرده نتونست. این ای روزی جمعه اینجا آورده با این کلابریوم کم بود که با مچه یا بار دستگیری کرده.
بازی با یک کسون نرساده 600 روبل گفتم یا اپراتسیا 600 روبل 600 هزار 600 هزار روبل گفتم حالا کوی نرساده پول نمیدونیم چیکار کنیم با این پول کمیش با این خیلی کسل شد Yakacını, apacını, ayakmatonun için söküyorum. Ya yordam ya dasgiri yakne. انشالله Yine ba dasgiri şumo. Omade mica. Ya kovumuzda doktor. انشالله زیق نشو ولی همه دستگیری میکنن Hama darmando doktor avalo şifo bitiye. Hattori hama madam şifo bitiye. Doğan. همه شما هستین که من همینجا سنگ پتربورگ ده اینمو اگر تو نه یردم کنی ده حق من دو کنی نتونی دو بوشین همیشه التماسای شما کارتی بچم عادل جان بانو نشسته ایلاج باشد کسی تاند چانقا باشدم یردمش کند دستگیری کند ایلوی ایمان نبردد نگردد ای خدا بگردد کارتای بچم عادل جان نامش عادل جان های اسکرالیف عادل جان عبدالحمیدویچ Добрый день, Икар 32, посадочный 24 левой. Мардоном ва харони гиромии мо авиакасе хунна боз кардаги ҳастем, авиакасе проспект Мир. Ман номерои авиакасеро мегузорам. Бародар 24 соат дар хати алоқа аст ва бародарон ва харони гиромӣ фарқ надорад ту дар кадом давлати, дар Америкаи, дар Лондони, дар Германияи, дар Швейтсария, дар Франсияи, дар Тоҷикистони, дар кадом давлати набошӣ, ҳамин номерода занг мезанӣ, и бародар ба тамоми давлата ба шуморо билети электронӣ пешниҳод мекунад бародарон ва харони гиромӣ ва билетҳои арзон аст иншаалло.